تو زبان انگلیسی دو تا واژه وجود دارن که به لحاظ املا و به لحاظ تلفظ خیلی شبیه هم دیگن. در واقع این دو تا واژه فقط توی یک حرف با هم دیگه اختلاف دارن. خوب دقت کنید. اولی GOLF 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 و دومی GULF golf golf. ببینید واژه GOLF اسم یه بازی هستش که ما توی فارسی بهش میگیم گلف. دیگه همتون میدونین بازی گلف چیه. اما واژه GULF یه چیز دیگه است به معنی شاخاب یا توی عربی بهش میگن خلیج. خب این خلیج اصلا چیه؟ ببینید به قسمتی از دریا گفته میشه که از سه طرف به خشکی وارد شده، یعنی دور تا دورش خشکیه و یه دهانه هم داره که باز دوباره برمیگرده به دریا. خب پس حواستون باشه اگر جایی خواستین در مورد بازی گلف حرف بزنید GOLF، اما اگر خواستین در مورد خلیج حرف بزنید GULF. مثلا Persian Gulf یعنی شاخاب پارس، خلیج فارس. خلیج همیشگی